بچه که بودیم اینجوری پرنده میکشیدیم، یادتونه؟ با یه 14. بیاین یه کوچولو حرفه‌ای ترش رو یاد بگیریم. یه بیضه کج بکش، بعد از قسمت بالا و پایینش 2 تا اس کشیده. یه بیضه بزرگ و کمی کج هم برای بدنش بکش. حالا طبق ویدیو قسمت تن و بال رو از دم جدا کن. زیرش هم یه خط صاف رسم کن. منقارش رو تیز نکن، کمی قوس و انحنا بهش بده. یه چشم سیاه و خوشگل براش بکش و اینجوری از بالا پایین منقار برجستگی تیره رنگ و امتداد بده تا چشمش. حالا بریم که یه کوچولو سایه بزنیم. زیر نوک، زیر سر و کمی 2 طرف گردن رو طیفی سایه بزن. از زیر بدن به سمت بالا هم همینطور. در انتهای بال و قسمت دم یه مقدار پرهای بزرگ رو با سایه تفکیک کن. یه کوچولو جزئیات بیشتر هم روی بال اضافه کن. این قوی خوشگل روی آب نشسته، پس با بیضی‌های خیلی کشیده موج‌های کوچیک آب رو نشون بده. برای خالی نبودن صفحه یه شاخه بیار تو کادر رو خیلی ساده برگاشو بکش. میتونی یه نیلوفر آبی هم اون پایین اضافه کنی. و تمام. برای آموزش‌های بیشتر بیا تو پیجم.